شما میگین که پیامبر ما به امر خدا با دختر 6 ساله ازدواج کرده. خدایی که میای فرمان میته که پیامبرش که نمونه اخلاق از در قرآن برای شما مسلمانان در سوره احزاب آیه 26، اون پیامبری که به امر خدای خدا وقتی برش میایه میگه با دختر 6 ساله ازدواج کو، ازدواج میکنه، اون خدا و اون پیامبر جفتشان سالم هستن؟ آیا یا خیر؟ حالا شما خودتان را بجای چی کسی بجای عایشه قرار بدین که دختر 6 ساله هستین و مرد 50 و چند ساله میایه با شما ازدواج میکنه. بریم به طرف روایت دوستان نازنین که بدون منبع صحبت نکرده باشیم. کتاب صحیح بخاری روایت شماره 5081 از عروه روایت است که گفت همانا پیامبر عایشه را از ابوبکر خواستگاری کرد. پیامبر عایشه را از پدرش ابوبکر یا امان عتیق خواستگاری میکنه. ابوبکر به او گفت من برادر تو می باشم. پدر دخترک راضی نیست، میخواید به یک شکلی بگوید که نگیر دختر مرا. من برادر تو می باشم، یعنی من برادرت هستم، برادرزادهت را میگیری؟ ابوبکر محمد را برادر خوانده. آن حضرت به ابوبکر گفت تو در دین خدا و کتاب او برادرم می باشی و او یعنی عایشه بر من حلال است. ببینید عزیزان، ابوبکر گفت من برادرت هستم، این کار را نکن، این دختر را نگیر. حالا میریم به طرف سن عایشه در کتاب‌های متفاوت. بعد میریم به یک روایت دیگر، روایت شماره 2440 کتاب صحیح مسلم 81 را میخوانیم. از عایشه روایت است که گفت او با دختران در نزد رسول خدا بازی میکرد، هم بازی داشته، اونایی که خاک بازی میکنن در افغانستان، کودکایی که خاک بازی میکنن، خاک بازی میکرده و رسول خدا اجازه بتین میکرد. گفت یاران و دوستان من نزد من می آمدند و آنان خود را از رسول خدا مخفی میکردند. دخترکایی که با عایشه هم بازی بودند وقتی محمد را میدیدن پنهان میشدند. این عادت کودکانه ما هست. یادتان است وقتی ما در کوچه بازی میکردیم پدر هم بازی ما میامد پاک میشدیم، میگفتیم باش ما را نبینه، و رسول خدا دوباره آنان را نزد من برمیگشتاند یا برمیگرداند. محمد دوباره اونها را میگفت بیاین با عایشه بازی کنید، چون عایشه سنش خرد بوده. و روایت بعدی روایت 2440 آمده. ابو اسامه و جریر و محمد ابن بشر همگی از هشام به این اسناد روایت کردند که در روایت جریر چنین آمده است در خانه پیامبر با عروسک هایم بازی میکرده. عایشه گودی بازی میکرده، دختری بوده که هنوز گودی باز بوده، 6 ساله بوده. شما میگین فرمان پیامبر ما بوده که فرمان الله ما بوده که باید با پیامبر ازدواج کنه. خب این چی فرمانی است؟ این چی فرمان وحشتناکی است از جانب خدایی که شما او را بزرگ میپندارین، حلیم میپندارین و عادل میپندارین. خدایی که جهان را آفریده میایه به یک فرد میگه که برو با دختر 6 ساله ازدواج کن. شمایی که خدا باور هستین این طعنه را به خدایتان جرم نمیپندارین؟ حالا من حیث یک فردی که اکس مسلم هستم و مسلمان بودم، این کتاب ها باعث شدن که ما بگوییم این دین ارزش نداره برای انسان های قرن 21. این دین جنایتنامه به نام چی داره؟ به نام سنت رسول الله داره. باور هیچ کس نمیشه. باور انسان سالم که سالها برای این محمد سر خم کرده و همین محمد را بزرگ پنداشته، باور کس نمیشه که پیامبر به این اندازه وحشی بوده، خدای اسلام به این اندازه منحرف بوده، الله مسلمانان به این اندازه ظالم بوده که مرد 54 ساله را حکم داده که برو بر کودک 6 ساله تجاوز کو. محمد هم در خانهش زن محمد عایشه 6 ساله در خانه پیامبر گودی بازی میکرده. بعد شما میگین این مربوط اون زمان میشده؟ اون زمان عصر دایناسورا بود، دخترها به اندازه دایناسور بودن در سن 6 سالگی. اون زمان رشد اونها چقدر بوده؟ این کتاب ها را شما چرا امروز به نام کتاب های حجت معرفی میکنید؟ چرا در قرآنتان آیت طلاق کودکان آمده که کودکان را اگر طلاق دادید؟ بعد میگن عام بود.
قرار گفته شما مسلمانان زنده و گور کردن دختران هم عام بوده. چرا شما مسلمانان تا امروز دخترانتان را زنده و گور نمیکنید؟ ازدواج با محارم هم عام بوده. پدر و مادر عمر ابن خطاب را نام بگیرید. چرا امروز شما با خواهر مادرتان ازدواج نمیکنید؟ بت پرستی هم عام بوده. چرا شما امروز چند تا خدا ندارید؟ چرا نمیکنید این کارا را امروز؟ به خاطر که به این اندازه امروز آدمیت، حداقل انسانیت را اگر دور بگذاریم، با آدمیت آشنا شدیم. میگن اون عام بوده. ازدواج با خواهر مادر اگر عام نبوده، شما بیاین اسم پدر و مادر عمر ابن خطاب را بگوین. میدونین که پدر و مادر عمر ابن خطاب کی بوده؟ میدونین که پدر با دختر خود سکس کرده، عمر تولد شده؟ خبر بودین از این مسئله؟ خبر نبودین. میدونین که اون دختر از کجا شده؟ عمر با مادر خود با فرد دیگه سکس کرده، پدرش از کنیز آمده. بعد یک رابطه سیگانه هست میان مادر و پدر عمر ابن خطاب. میدونین این مسائل؟ پس چرا محمد با شما نگفته که با خواهر مادرتان ازدواج کنید؟ در تمام کتاب ها آمده، در همه کتاب ها، در تاریخ طبری، در صحیح بخاری، در صحیح مسلم، در سنن ابن ماجه، در سنن ترمذی، که این دخترک 6 ساله بوده. حالا میان چی؟ نه، ما در کتابی داریم که این دخترک 17 ساله بوده. و در آیت قرآن آمده که با زنان محمد بعد از مرگش ازدواج نکنین. دختر 18 ساله ای که مرد 60 چند ساله بالش سالها تجاوز کرده، مرد 58 ساله بالش سالها تجاوز کرده، بعد از مرگ این مرد بیدندان اجازه نداره که شوهر داشته باشه. خدایتان عادل است. در مورد کدام خدا صحبت میکنین؟ همون خدایی که دختر 18 ساله زن محمد را چیکار میکنه؟ میگه باید مجرد باشه. طلحه‌ای که جوان بود، عاشق زن محمد بود، عاشق عایشه بود، گفته بود بعد از مرگ محمد من عایشه را میگیرم. الله اگر مهربان بود، عادل بود، چرا نگفت ای طلحه تو از اصحاب پیامبر هستی، بعد از مرگ پیامبر عایشه را برای تو میسپاریم؟ نه، ازدواج نکنین چون اسود است. آیت قرآن را مرد اسودی به نام محمد نوشته، به نام افرادی که در پیرامون محمد بودن، به امر محمد نوشته شده این آیات قرآن. برای شما دلیل کافی نیست؟ حدس نمیزنین که چرا الله اسلام به زن محمد حسودی داشته که در بغل مثلا طلحه نره، در بغل زبیر نره؟ خب دوستان دیگر را بالا میاریم، دوستان مسلمان را، این عزیزان استدلالشان را میکنن بالای چشم ما، اما میرن متاسفانه میرن، باز باقی نمیمونن که ما با اینا صحبت کنیم. بدبختی ما همین.